من خواستم یک شیر و شکر یا تلفیقی داشته باشم که اغلب لهجه ها و زبان ها درش گنجانده شده باشه. به همین خاطر یک مثنوی گونه خلق شد و باعث افتخارم است که برای شما و بیننده های شما هم بخوانم. ما هم لحظه شماری میکنیم که از زبان شیرین شما بشنویم. اورورا دل تراشه ما تا گوره، اورورا دل تراشه ما تا گوره، قدمه از صلح بگی بیرار متوره. اکا جان ینگ کندوز ای تخاری، بیا با هم بگردیم جوره جوره. موایا ز دلوی پکتیایم و یا از بامیان باصفایم، بلکه بگوی که مو از یک وطنیم، نه صد پاره که بلکه جان و تنیم. هزاره تاجیک و پشتون برادر، تمام سهمشان با هم برابر. زبانش فرق مونه، زبانش فرق مونه، دلشی یکیه، وطن تقسیم نیه، از کلگیه. ایره تقدیم کردم به همه هموطنای عزیز، به همه کسایی که این تصویر میبینن. امیدوار هستیم که اتحاد، برادری، دوستی، رفاقت و همدیگر پذیری ملکه ذهن ما باشه و همیشه همدیگر رو دوست داشته باشیم. زمانی که شعر نوشته میکنی یک الهام از که میاد. دلیل حساسی چی بود؟ چی باعث شد که همچون یک شعر همپذیری و جوز بکنین همه اقوام یک جایی؟ شعر پیام بسیار بزرگی داره، اما دلیل میخوایم پیدا بکنیم. انگیزه از کجا شد؟ چی دلیل باعث شد؟ معمولا همه حتی اگر بخوای نوشته ساده یا یک کوتاه اگر بخوای نوشته بکنی، باید یک الهامی برش خلق شده باشه و این الهام از فکر انسان میایه. از زمانی که انسان مطمئناً به اتحاد و همدیگر پذیری فکر میکنه، ایره به شکل موزون، به شکل غزل، مثنوی، رباعی، دوبیتی، مخمس، مسدس و تمام اشکال ادبی را میتونه ترتیبش بکنه و تنظیمش بکنه. ممکن گاهی وقتا انسان به گل و طبیعت فکر بکنه و گل و طبیعت برش یک الهام میتر، اما زمانی که به اتحاد و همدیگر پذیری فکر میکنه، الهامی که میگیره برگرفته از امو برادری ها و اخوت هایی است که از گذشته ها تا امروز نیاکان ما برای ما به امانت و ودیعت گذاشتن و امروز ما و شما ایره ترسیم میکنیم، رسمش میکنیم و در کنار همدیگه مشق میکنیم با هم بودن و برادری را. شعر کوتاهی را من به خوانش میگیرم و پیامش برام مسئله برسان. در این خاک، در این خاک، در این مزرعه پاک، بجز عشق، بجز مهر دیگر تاخ نکارید. پیام شعر کوتاه برام مسئله ما باز بعد شما را اجازه بدید. پیام البته هر کس از دیدگاه خودش میبینه. من دیدگاه من ای است، پیام شعر کوتاه ای است که اگر قرار است که نهال پرثمری بکاری و از او باغستانی را نظاره‌گر باشی، پس تخم محبت و مهر و دوستی و برادری و اخوت و همدیگر پذیری را بکار. میگه از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید جو ز جو. هر چه کشت کردی همو را درو میکنی. سپاسگزار حسن نیت نیک شما هستم. علاقه‌مندان دوست فیضا زیاد هستن که میخواین با شما حتما یادگاری بگیرن. از اینکه وقت گذاشتین ممنون محبتتون. خوشحال هستم ما یکی از علاقه‌مندای خاص شما. سلامت باشین. من افتخار میکنم که بزرگوارای مثل شما هستن و میگم زنده باد افغانستان، پاینده باد دوستی و برادری. ممنون از شما. تشکر. سلامت باشید. آقای کاظمی یکی از شخصیت‌های بزرگ این سرزمین هستند و در ضمن شعر بسیار خوب و زیبا و همدلی را دکلمه کردن و ما خیلی خوشحال شدیم که با اینا صحبت‌هایی داشتیم. بازم تکرار میکنم که تا توانی به جهان خدمت محتاجان کن، به دمی یا درمی یا قدمی یا قلمی، با قلمتان، با لبخندتان، با هر آنچه دیگه در توان دارین خدمت برای این اولاد سرزمین بکنید. و صحبتش شنیدین. آقای کاظمی خیلی واقعا عالی بود.